ققنوس از خاکستر درد دل مردم برمیخیزد. سرخط خبرها: مواجهه نیروی دریایی ایران با ناو هواپیمابر آمریکا. سومین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان عبور از دریای سرخ را متوقف کرد. و واشنگتن در حال بررسی حمله مستقیم به یمن است. مشروع خبرها: مواجهه نیروی دریایی ایران با ناو هواپیمابر آمریکا. ناوگروه آیزنهاور کمتر از 20 روز در خلیج فارس بود و اکنون از منطقه خارج شده. مواجهه نیروی دریایی ایران با این ناو تا لحظه خروج از خلیج فارس و مکالمه تبادل شده میان طرفین رو می‌بینید و می‌شنوید. سومین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان عبور از دریای سرخ را متوقف کرد. یک شرکت فرانسوی که سومین شرکت کشتیرانی بزرگ جهان به شمار می‌رود، به دنبال حملات اخیر در دریای سرخ عبور از این منطقه را متوقف کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شرکت کشتیرانی و حمل و نقل CMA-CGM فرانسه اعلام کرد که عبور همه کشتی‌های باری از دریای سرخ را در پی حملات به کشتی‌های تجاری در این منطقه متوقف کرده است. این شرکت که سومین شرکت حمل و نقل بزرگ دنیاست، افزود که اوضاع رو به وخامت است و نگرانی‌ها درباره امنیت در حال افزایش است. و واشنگتن در حال بررسی حمله مستقیم به یمن است. تارنمای آمریکایی سمافور در گزارش ادعا کرد که واشنگتن در پاسخ به افزایش حملات به کشتی‌های کشتیرانی تجاری در دریای سرخ در حال بررسی حمله مستقیم به حوثی‌های یمن است. به گزارش مشرق از سمافور، مقامات دولت آمریکا به این رسانه اعلام کردند که در حال بررسی ارزش راهبردی هدف قرار دادن حوثی‌ها و دامن زدن به یک درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه هستند. آمریکا به بهانه‌های مختلف به گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه حمله کرده و ادعا کرده که این اقدامات را در پاسخ به حملات به پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها انجام داده. کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا مستقر در منطقه همچنین بارها از جمله اوایل روز شنبه پهپاد موشک‌هایی که به ادعای آنها از یمن پرتاب شده بودند را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که در مقابله با تهدیدات علیه نیروهای آمریکایی تردید نخواهند کرد. پایگاه‌های نظامی آمریکا در میدان‌های نفتی و گازی کنیکا و العمر در حومه شمالی و شمال شرقی دیر الزور سوریه روز شنبه مورد حمله پهپادهای انتحاری قرار گرفت. پایگاه نظامیان آمریکا در میدان گازی کنیکا شامگاه شنبه مورد حمله پهپادی قرار گرفت و صدای چند انفجار از داخل این پایگاه آمریکایی شنیده شد. پس از آن نیروهای آمریکایی در منطقه به حالت آماده باش درآمدند و صدای توپ‌های ضد هوایی شنیده شد و هواپیماهای آمریکایی در آسمان منطقه به پرواز درآمدند. پایگاه نظامیان آمریکا در میدان نفتی العمر در حومه شمال شرقی دیر الزور نیز همزمان مورد حمله پهپادها قرار گرفت و این پهپادها به طور مستقیم به هدفشان در داخل این میدان اصابت کردند. به دنبال این حمله، بالگردها و جنگنده‌های آمریکایی در آسمان منطقه اقدام به گشت‌زنی کردند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، در پی استیصال دولت جو بایدن در برابر حملات نیروهای مسلح یمنی علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ به تلافی بمباران غزه از سوی رژیم اسرائیل اعلام کرد به دلیل حملات حوثی‌ها تردد کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بسیار پرمخاطره شده. به گزارش شبکه المسیره، سرتیپ محمد القادری، فرمانده دفاع ساحلی نیروهای مسلح دولت نجات ملی یمن، جمعه شب گفت که در صورت ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، مرحله سومی وجود دارد که خیلی برای رژیم سخت خواهد بود. ژنرال چارلز کیوبرام، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و فیاض رویلی، رئیس ستاد کل ارتش عربستان سعودی نیز درباره آخرین تحولات منطقه از جمله تهدید علیه نیروهای آمریکایی در سراسر خاورمیانه و وضعیت غزه گفتگوی تلفنی کردند.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز هفته گذشته در تماسی با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی مدعی نقش خطرناک ایران در مشاوره تسلیح و آموزش حوثی‌ها شد و همچنین گفت که در مورد تمایل واشنگتن برای همکاری با شرکای همفکر برای ایمن کردن مسیر کشتیرانی جهانی گفتگو کرده است. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.